دوستانم عذرخواهی میکنم، خانم و آقایونی که میدونم چقدر تعجب کردم و مکث کردم، تحمل کردم وقتی این عکس‌ها رو دیدم. فقط توضیح کوتاه بدم به اون عزیزان، اینکه ما با کسایی که نزدیکان من، محارم من بودن، توی یک جای سرسبز نشسته بودیم و اینکه من یه بچه 10 ماهه دارم، بقیه حرف اصلا زدنش ارزش گفتن نداره حتی. و نکته مهم اینه که من واقعا نمیدونم اون کسی که حالا از این ور اون ور اومده این عکس‌ها رو انداخته، حالا یه لحظه مثلا روسری من افتاده، دور بقیه من میگم همه محرم من بودن، اون کسی که دوربین با خودش داشته اومده این ور اون ور عکس‌ها رو انداخته چه قصد و نیتی داشته و برای چی همچین کاری کرده واقعا نمیدونم که. ولی یه ذره اگر عادل باشیم متوجه میشیم گناه کسی که این عکس‌ها رو انداخته و این عکس‌ها رو منتشر کرده هزاران بار بیشتر از منی که با کسایی که محرمم بودن رو رفتم مثلا یه من